دسته‌ها از آغاز مفصل که اینجا محض دسته‌ها نام‌نویسی حیات‌های خود را پیشنهاد کردن، اینجا ما رومیش رو همچون نصرالله زاده پیدا کردیم. اما در پروتکل امروزه رومیش جلیلوف است. خوب دسته‌ها به میدان بازی می‌آیند. خوب داوری امروزه وخوری محض نفری است که بهترین داوری مفصل شمرده شد، نصرالله کبیروف از شهر نورک. با او امروز اکمل بوریه و خسروی صدیقزاد از ترسوزاده و شهر دوشنبه کمک میکنن. بیا یک لحظه توجه میکنیم تا اون زمانه که دسته ها اینجا به میدان میآیند و ما و شما در این برابر با اونها شناس خواهیم شد. خب البته داوران حالا خیلی زیاد هستند. بیایید سعودی ملی رو گوش بکنیم. خوب تقریب ببینیم دوستان گرامی، سعودی ملی هم نواخته شد و اکنون بازی ها در حال شروع بشوند که دستفشاری فوتبال بازان این یک رسمیت خوبی بازی فوتبال است که پیش از همه مربیان هم با هم دستفشاری میکنند. پیش از همه اینجا اولو بختیار حکیموف رو دیدیم، ایگور چرفچنکو رو که اونها هم با یکدیگر دست میفشارند و با یکدیگر بازی خوب آرزو مینمایند. چون درباره استقلال بالکای گفتیم که در این برابر این دسته حالا در زینه چهارم است بعد سه بازی که انجام داده است و این بازی آخرین دوری چهارم است. از این رو تغییرات در جدول مسابقه خود حتما بودنش ممکن است، ولی دسته پنجشیر باشد تا هنوز یگانه دسته هست که در همین برابر یگان توپ به دروازه حریفان نزده است، یعنی 5 توپ از دروازهش گرفته است و خط هجومش الحال نمیتواند که با طور دروازه رقیبان خود گل زند. به این نگاه نکرده توانست پنجشیر که در دور سیوم یک امتیاز ستوند، یک امتیاز هم دارد. خوب باید با حیث دسته ها شناس بشویم، چون پنجشیر امروز به حیث میزبان این بازی پذیرفته شده است. در دروازه رقم 16 حاجی مراد صلاح الدینوف، در خط مدافع دولتبک سعید امینوف 88، روشن عزیزوف 17 کاپیتان دسته، کریستیان گیانی بازیگری گانگی دسته پنجشیر رقم 21 و قربانبای شیرالیف رقم 13. در خط نیمه مایه بازی میکنند دوریان گانگو نتنگو رقم 20 از کامرون، رستم قوچکوروف رقم 47، عبدالفتاح خدایدوزاده رقم 9، عمرجان شریفوف 63. روزی اینجا عمرجان شریفوف همچون حملهگر بازی میکند، روزی محمد عبدالرحمنوف حملهگر و نهایت خورشید عبداللهیف این هم به خاطر نیمه حمایتگران. خب سرمربی دسته استقلال رو اینجا شما دیدید، ایگور چرفچنکو سرداوری وخوری گفتیم نصرالله کبیروف یکی از داوران بهترین چمپیون تاجیکستان است و حالا اکنون باید با دسته با دسته استقلال هم که در میدان حالا حضور دارد، بعضا میگن هیئت اساسی است، ولی این هیئت اساسی است که در آغاز بازی به میدان برآورده میشود و بعدا عوض میشوند. این هیئت اولیه بوده نمیتونه، اولیه اصلا غلط است، برای شاید هیئت اول اگر بگیم درست است، اولیه در زبان عربی و قدر خوب استفاده نمیشود. خب به هر نوع استقلال در دروازه موردین حسنوف رقم 99، محافظتگران جوشوا اوگهنه اوچوکو نیگریا رقم 44، صادق جان قربانوف رقم 5، امیربek جورابویف رقم 6، احتم نظروف رقم 19،
در خط میانه بازی میکنن لورنس اندوان نیکولاس نیگریا رقم 24 گفتیم، رومش جلیلوف 21، ریزو دهخانی از جمهوری اسلامی ایران رقم 77، محمد جان رحیموف 11، علیشیر جلیلوف 10 و منوچهر جلیلوف 63. سرمربی این دسته ایگور چریشچنکو است. خوب درباره هیئت آنکه چگونه تغییرات می شود با شما در رفت بازی خواهیم گفت. حالا بیاید توجه میکنیم به این بازی که دوری اخیر است و میتواند که در همین برابر یک نوع اگر استقلال غلبه کند با زینه اولی جدول بروید، یعنی باز با جوی همه ساله خود هر ساله خود که دویمی است جوی اول با همون برگردد. خب با هر دسته ها برور میخواهیم و شروع میکنیم از تماشای این بازی. حالا توپ در مرکز میدان است و اینجا اصلا ببینید صادق جان قربانوف بازیگر دسته منتخب تاجیکستان، بازیگری که ما با امیدی کلام داریم، امیربek جورابویف هم بازیگر دسته منتخب تاجیکستان است. خب توپ را از دست میدهند استقلالی ها و زود هجوم از کناری چپ از جانب پنشیر استفاده می شود. حالا محافظتگران اینجا خیلی قابلانه کار میکنند. جوشوا توپ رو گرفت ولی ببینید موردین حسنوف هم با بازی پرداخت. یعنی اولین شده توپ رو دروازه‌بانی دسته استقلال موردین حسنوف یک مرتبه لمس کرد و بازی ادامه دارد. احتم نظر از کنار چپ میدان دسته استقلال دوشنبه در برابری دسته پنشیر بازی های زیادی گذرانیده است. اینها اصلا از سالهای پیشینه که پنشیر جلالدین بلخی در لیگ اولی چمپیونات مملکت بازی میکرد. با هم 14 بازی گذراندند که از این بازی ها تنها یک تا با نتیجه مساوی انجام یافته است. در 13 حالت استقلال امکان نداده است که پنشیر به کامیابی موفق گردد. حالا فوتبالبازان دسته استقلال یک پرتاب به خط پیش میدان و اینجا حالا توپ از میدان بیرون می رود. اینجا البته در همین حالی که ما میبینیم حالا علیشیر جلیلوف و محمد جان رحیموف اینجا هستند، ولی توپ ضربه هم زده می شود از جانب محمد جان، اما محافظتگران اینجا صد میگذارند. علیشیر جلیلوف در مقابل او اشتباه میکنند، به خطا رو میدهند بازیگران دسته پنشیر. در باره مربیش گفتیم بختیار حکیموف است اینجا و حالا علاقه استقلالی ها با زدن ضربه استانداردی اولین از ضربه هایی که اینجا اجرا می شود نویل بگردند و این کار رو علیشیر جلیلوف با پایان میرسد، با اجرا میرساند. خب بیایید توجه میکنیم پرتاب خیلی خوب هم اجرا شد ولی محمد جان رحیموف ضربه زدن نتوانست. توپ به او رسید در میدان نزدیک دروازه. حالا حاجیمراد صلاح الدینوف در برابر این بازی که حالا من به شما میگویم استقلال آخرین بازی که این فوتبال بازان یعنی دو دسته با هم داشتند سال 2024 در ماه اکتبر، ولی اکتبر بود و اونجا استقلال پنشیر رو با حساب 4-0 مغلوب کرد. خودی همون سال بازی اولی این دسته ها هم با حساب 3-0 در میدان دسته پنشیر جنبه شده بود. حالا یک لد برداری در مرکز میدان است. چی بود اینجا برخوردی چگونه بود که اینجا از چشم کمی هم بیرون موند. این دولتبek سیدامینوف است محافظتگری دسته پنشیر. دوبار هم اینجا برای بله با علیشیر جلیلوف صحبت میکرد، شاید اینجا برخوردی بود از تکرار خواهیم دید. نه اینجا محافظتگری دسته استقلال پیش از همه جوشوا اوگهنه بود که اینجا قاعده رو ویران کرد و حالا فوتبالبازان دسته استقلال باز از نیمه میدان خود توپ رو با پیش میخونند و حالا صادق جان قربانوف با احتم نظرف بازی میکند. نه اینجا حالا ببینید احتم نظرف نیست، این ریزو دهخانی است که برای کمک با خط دفاعی دست آمده است. امیربek یک پرتاب خوش هم انجام میداد اما محافظتگران اینجا
خیلی زیاد هستند و این توپ رو مویرون میگیرند و اکنون هجوم خود رو هم تشکیل کردنی هستند فوتبالبازان دسته پنشر. ولی طوری ببینیم اینجا دولتبک توپ رو از دست داد، ولی از اجرای بعداً دفاع کردن بازیگران دسته پنشر برآمدند. هجوم رو صلاح‌الدینوف، هجوم رو صلاح‌الدینوف این بازی دویمش است دسته پنشر با پیتر سارکودی از گانا در دو بازی پیشینه برآمد کرده بود. او 180 دقیقه بازی کرده است و ماست بازی آخرینه که هجوم رو صلاح‌الدینوف همچون دروازه‌بان اینجا بازی کرد. حالا هجوم استقلال اینجا با انجام رسد، توانست که دروازه‌اش را از گل امین نگاه دارد و یک امتیاز با دست آورد. از همین خاطر ما دیدیم که پیتر سارکودی از گانا اکنون بازی دوم است که در کرسی احتیاطی می‌نشیند. تو برمیگردد بازیگران دسته استقلال و باز صادقجان قربانوف با مرکز با امیربک بازی میکند و چگونه هم اینجا بازیدن ممکن هست. حالا یک پرتابی خیلی عالی با محمد جان رحیموف با قفوتر پرتاب انجام میشود. دروازه‌بان در جایش است حاجی مراد صلاح‌الدینوف. اصلا اگر من چون اینجا از آمار این دسته ها کمی برخوردار شدم، اینجا فوتبالبازانی هستند که در حیات این دسته ها علاقه بازی زیاد گذراندند و امروز هم در میدان هستند. مثلا قربانبای شیرالیف بازی چهارمش است، همیشه در میدان بود. دوریان گاندگون از کامرون هم کولی دقیقه ها در میدان بود. عبدالفتاح خدای 12 هم. حالا داور توجه میکند با دستیاران خود که اینجا چه حالت را زیر نظر خود میگیرند. بله چیزی حالا بله خودش دیدنی هست. این حالتی که اینجا ضربه زده شد چه ضربه بود؟ مگر اشتباه کردند فوتبالبازان خط دفاع؟ یک نظر از بله خوب بید چی رو میبیند حالا نسل کبیرو؟ همینجا خطا بود. نه خطا رسیش بود، اما خوب به نظرم بله این خطا است دوستان گرامی. اینجا ضربه تعیین می شود. ببینید ماست کاپیتانی دسته پنشر روشن عزیزوف اینجا بود دستش منوچهر جلیلوف رو برای باز داشت. قرار داور رو ببینیم داور چی میگه اینجا؟ استیحاله میکند یا خود چیز دیگر؟ بله اینجا رسیش بود و استوکورونا اینجا منوچهر جلیلوف خود رو به زمین پرتافت. خوب به هر نوع بود رسیشی، یعنی با رسیشی دست با دستی منوچهر جلیلوف بود. همین حالت رو بازبینی میکند و اینجا توجه بکنیم که چی قرار ضربه از اونجا زده می شود. بله زده خواهد شد. بار دیگر ببیند داور. ولی از نقطه نظری اون که حالا اینجا ما میبینیم هست رسیش و داور هر قضاوتی که بکند حالا آیسته آیسته قانون یعنی قوانین بازی فوتبال هم آیسته آیسته تغییر خواهند خورد. و یک رسیشو بعدا دست سود سر میدهد اینجا روشن عزیزوف. خوب درو دراز است. روشن عزیزوف در دو بازی دسته پنچر بازی کرده است. این بازی سیوم است. 180 دقیقه در میدان بود. خوب در این حالت حالا بله ضربه جریمه‌ای تعیین می شود. از کارت زرد هم با روشن عزیزوف داده خواهد شد یا چی؟ کارت سرخ؟ بله داور کارت سرخی مستقیم با روشن عزیزوف میدهد. این خیلی خطرناک است. در دقیقه الکی بینید دهمی وخوری یکی از بازیگرانی با تجربه دسته پنشر میدان رو ترک میگوید.
بود اونجا حالتی که مثلا منچر بتوانست با دروازه‌بان یک به یک بروید، حالا یک بار دیگر اینجا این فرصت رو به ما نشون میدن. بله بود، اما اینجا محافظتگری دیگری دسته پنشر قربانبای شیرالیف هم نزدیک بود که این توپ رو بگیرد. عموما اگر دست نمیرسوند باز به نفع دسته پنشر بود، اما او آسوده است، در لبانش تبسم است و ببینید محزون هم نیست که بگیم که او محزون از میدان بیرون می رود، چون که اگر شما چند وقت شنیده باشید بسیاری از فوتبال بازان پیش از اون که با یگان دسته پرقوت بازی میکنند اینجا میگن با باخت روبرو میشه، میگن تو به میدان میدارن و بعدا بے پروا هر قدر گلی که سر هم بدهند محزون نمیشوند. بیاید با دروازه‌بان حاجی برود صلاح‌الدینوف توجه میکنیم. بسیار وقتی خوب است برای استقلال، برای کشودن این حساب. علیشیر جلیلوف در نزد توپ است. خوب بختیار حکیموف زود شکل بازی دستش رو باید دیگر کند. حالا هر دو دسته اینجا ماست پنشر 4-4-2 بازی کرده ایستاده است و منوچهر جلیلوف دو ضربه بالای همی سخت رو میزند، اما اینجا تو برگردونده می شود و در این مورد ببینید حالا فوتبالبازان دسته استقلال باز بازی رو با مجموعه دیگر میگردونند و امیربک جورابویف اینجا با کناری راست توپ رو با محمد جان رحیموف پرتافت و اینجا محمد جان رحیموف این توپ رو از دست داد و اکنون باز با دست بازی میکنند. یک بار دیگر ببینید این ضربه که دیوار محافظ بسیار ماهرانه آن رو برگردوند و مراتب دوم هم ببینید پیش از همه اینجا قربانبای شیرالیف بود که این ضربه رو به خود گرفت. خب بازیگری رضا دهقانی رو حالا به او فشار آوردن و قاعده ویران شد و اینجا اشتباه میکنند بازیگران دسته پنشر. دیدید ما همون بازیگری که من در وصفش قربانبای شیرالیف رو گفتم، قربانبای شیرالیف هم این بازی چهارم است که در این دسته است. 270 دقیقه تا این دم بازی کرده است. پرتاب دیگر به میدان نزد دروازه هم خطا است. قربانبای شیرالیف یک کارت زرد دارد در این دسته پنشر. این اولین کارت سرخی بود که امروز ما و شما رفشن عزیزوف رو دیدیم که میدان رو ترک کرد. حاجی براد صلاح‌الدینوف بار دیگر عموما چون از درباره بازی های دسته استقلال و پنشر من به شما در اول گفتم که اینها بازی های زیادی گذراندن، 14 تا 13 بازی به نفع استقلال انجام شده است و این بازی ها با نتیجه بزرگ به انجام رسیدند، با نتیجه کلان 4-0-3 0-4-2 5-1 عموما 6-1 هم سال 2017 میگونه استقلال غلبه کرده بود. 7-0 هم دیده بودیم که سال 2016 پنشر شکست کرده بود. در همون سال هم استقلال پنشر رو 6-2 هم مغلوب کرده بود. حالا اکنون فرصت دیگر پیدا شده است، دسته ها بازیش رو تغییر دادن. حالا شماره زیادی بازیگران زرخرید یا خود لیگانر هم در این دسته ها بازی میکنن و از همین خاطر کمی هم صفت و مجرای بازی دیگرگون شده است. حالا بیاید با وجود دیگری فوتبالبازان دسته استقلال توجه میکنیم. پرتاب نیوید اولی و اینجا خیلی خوب است برای ضربه زدن، اما ببینید اینجا استقلال این حالت رو از دست میدهد. باز دهقانی یک بار دیگر و خودش ضربه میزد، اما ضربه خطا. اولش ضربه قدرتمند نبود، سخت نبود، ولی اینجا حالا رضا دهقانی است در این برابر در حیث دسته استقلال هم حالا اینجا میتوانیم ببینیم که رضا دهقانی در حیث دسته استقلال در 3 بازی که تو این دم داشت یک بار از میدان گرفته شده است، عوض شده است، یک بار دیگر از کرسی احتیاطی به میدان آمده است. از 270 دقیقه که امکان پذیر است 203 دقیقه بازی در میدان کرده است. حالا باشد اینجا یک بازیگری دسته پنشر، اینجا عمرجان شریپوف یکی از بازیگران ستاره های گذشته فوتبال گوییم دسته وحش قرغن‌تپه و امروز لکه شرفی پنشر رو حمایت میکند. بازیگری که در این دسته منتخب تاجیکستان هم بازی کرده است، اولاد برداشته است. بختیار حکیموف سرمربی این دسته حالا اینجا با شاگردانش از فرصت استفاده برده
چیزی میگوید، یعنی دستور میدهد انیقترش عمرجان شریفوف باشد. حالا از میدان بیرون رفتنی است. اینجا در این مورد ما خورشید عبداللهیف رو میبینیم تحت رقم 77 بازی میکند. خورشید عبداللهیف هم در این چند بازیه که محض دسته پنجشیر داشت، خورشید چند مرتبه عوض شد. حالا دو مرتبه از سه بازی که داشت یک مرتبه از کرسی احتیاطی بر اومد، دو مرتبه او رو در رفتی بازی عوض کردند. 177 دقیقه بازی کرده است. در اکران های ما شما حالا باز یک بازیگری دیگری بخشه به پنجشیر دوریان نگانگو نتنگو. خب ما دیدیم از کامرون خیلی بازیگران زیاد اینجا پیدا شدن. حالا باز یک بازیگری دیگر کریستیان گیانه در نزدی توپ بود. حالا ماست توپ رو با کنار میپرتویند که بله اینجا توپ از میدان بیرون نشده است. قربانبای شیرعلیف توپ رو دقیق نپرتوفت اما کوشش کرد. حالا قربانبای در مرکزی در دیلی هجومی دسته پنجشیر جای گرفته شده است، به کنار رفت. دوریان هم توپ رو گرفتنی است ولی کریستیان گیانه توپ رو به او نمیپرتوید. خب محافظه‌گران دسته استقلال و پیش از همه اینجا ما حالا جوشوا آگهنه اوچوکو رو میبینیم که این همین کنار راسته که او محض همینجا رو دفاع میکند، محافظت میکند و در این 17 دقیقه حالا ما الحال دو ضربه منوچهر که با دیواری محافظ برخورد، دیگر حالتی ضربه زدی رو نمیبینیم. استقلال باز با کمک علیشیر جلیلوف محمد جان رحیموف با پیش می رود. علیشیر پرتاب انجام میدهد اما خیلی دور است ولی حتم نظرف میتوانید ضربه زند ولی به او دهقان ریزو دهقانی خلال رسونید. سولید جان قربانوف یک گل هم زده است در حیات استقلال و یک مرتبه بازیگری بهترینی وخوری هم انتخاب گردیده است. در مرکز توسط او بازی میکنند ولی استقلال یک نفر کم بودن بازیگرانی دسته پنجشیر رو احساس نمیکند، یعنی در هجوم با پورگی نیست ولی حالا باز یک گزارش دیگری علیشیر جلیلوف و ضربه اولین کنجی. یکمین ضربه کنجی است، بیایید با هم تماشا میکنیم. خودی علیشیر این ضربه رو میزند. حالا بازیگران استقلال همگی در اینجا هستند. لورنس انوان پیش از همه بسیار کوشش میکند که اینجا همین توپ رو بگیرد. بازیگری رقم 44 جوشوا آگهنه هم اینجا هست. ضربه زده می شود به بله به عنوان نبود، با عنوان بود ولی در همین برابر قاعده بازی از جانب منوچهر جلیلوف ویران کرده می شود و منوچهر کارت زرد میگیرد. آغاز بازی یک کارت زرد و یک کارت سرخ درشت بازی میکنند بازیگران و پیش از همه اینجا قربانبای شیرعلیف ببینید و منوچهر اینجا بحث میکند با دولتبک سیدامینوف. هنوز آرام نمیشود ولی برخورد بسیار برخورد جدی هم بود. حالا یک بار دیگر تکرار این حالت رو میبینیم. ببینید این ضربه این گونه ضربه زدن کارت سرخ باید، بله کارت سرخ رو به منوچهر و کارت سرخ رو به دو نفر اینجا یک باره دولتبک سیدامینوف هم کارت سرخ میگیرد و همچنین منوچهر جلیلوف. در همین جا باید در همون حالی که حالا اینها بحث میکردن باید نصرالله کبیروف همین جا پیش راه این بازیگران رو میگرفت، نگرفت اما وقتی که با بازیگری جبر دیده کمک رسانیده می شود اینها با هم قریب در افتاده بودن. حالا این حالت باز فشارهای ما خوش شد. برای چی منوچهر برمیگردد به میدان، برای چی با دوور بحث میکند. خب رامی جلیلوف حالا
رامیش جلیلوف اینجا آسوده میکند منوچهر جلیلوف رو و از میدان بیرون میرود. یک بازیه که در دقیقه 20 الکی ببینید به دقیقه 21 رفته است و از دو کارت سرخ نیست، سه کارت سرخ شد یک بوره در این بازی و منوچهر جلیلوف هم از میدان میرود. و الحال در صدر تکرارا بیاید تماشا میکنیم. بله این بسیار هم خطرناک ضربه میزند منوچهر جلیلوف و پیش از همه اینجا رستم قوچکارов این توپ رو برگردونده بود و او دولتبک پشتیگری از رستم قوچکارov کرد. حالا ببینید حالا باز میگه که دولتبک با سرمربیشون بختیار حکیموف میفهمد که برای چی چون این حالت رخ داد. هنوز علیشیر جلیلوف هم اینجا با فکرم برای دعوای باز یک حالت دیگر چی است اینجا؟ چرا دولتبک سید امینوف از میدان بیرون نمی شود؟ چی میگوید اینجا نصرالله کبیروف؟ یک نافهمی در بازی هست. بله ولی دولتبک سید امینوف انتظار است با احتم نظرف هم بحث بکنند مگر این بحث به پایان نمیرسد. از خوب با جایی که دوبار اینجا بیاد این با دولتبک سید امینوف بگوید که تو کارت سرخ گرفتی برو از میدان. فوتبالبازان دسته استقلال به این کار مشغول هستند. چگونه است این حالت؟ بیاید حتی دووری کناری کمک دوور هم چیزی نمیگوید. چی میگه دولتبک سید امینوف؟ میپرسد از دوور که من باید بیرون روم یا نه؟ خوب اینجا هم عمرجان شریف هم با میفهموند که باید میدان رو ترک کنی. خوب دیگر هم بازیگران بله نهایت دیگر نفرانی که اینجا طوره میبینیم مسئولیتی بازی رو خوب از میدان بیرون میشود دولتبک نهایت. ولی ایستی زیاد تقریبا 3 دقیقه ما که اینجا همین بحث رو میبینیم و از میدان دولتبک سید امینوف هم این علاقه دویمین بازیگری خطی مدافعی پنشر است که اینجا میدان رو ترک میگیرد و برای این دسته باز هم دشوار خواهد شد. بین هم یگان امتیاز گفتیم که یک امتیاز گرفت، یگان گل نزده است و به این هم شرایط خود را نیویت پنشر اینجا در مقابل استقلال بد میکند. با دروازه‌بان 9 بازیگر از دسته پنشر و 10 بازیگر از دسته استقلال بازی میکنند. حالا باز علیشیر، امیربک باز به پیش میروند. اینجا محمد جان خوب دفاع خوب میکنند بازیگرانی دسته پنشر و اینجا حالا باز ریزا دهقانی، امیربک ضربه نیست. همه چیز هست اما ضربه نیست. حالا باز یک حالت دیگر و امکانیت 100% برای فوتبالبازان دسته استقلال است. اینجا پرتابی اندری هم بازی کرده ماس علیشیر جلیلوف و محمد جان رحیموف است. حالا بیاید بله بله دوبار میگه اینجا یگون قاعده ویران کنی نبود. جلیلوف اینجا احتم نظرف میخندن، خودشون هم حیران هستن که چرا بازی به همین رویش برگشت و همیشه بحث هست در بازی، همیشه بحث هست و فوتبالبازان دسته پنشر میزبان این بازی تو را دور به سوی دروازه‌بان استقلال موریدین حسنوف پرتیان. موریدین حسنوف گفتیم اولین مرتبه به این توپ با دستش رسید ولی حالا دیگر به سوی دروازه او هجوم نمی رود. امیربک جیرابایف باز در مرکز است و باز توسط او این هجوم صورت میگیرد. خوب اینجا حالا لیگیانرها هم با بازی شروع کردند و اینجا حالا
لورنس با کنور با ریزو دهخانی اینسال اگر دیده باشد احساس کرده باشد استقلال اونقدر زیاد لگنرهای بسیار گردی خود جمع نکرد و از دور یک ضربه پرشدتی علیشیر جلیلوف و تو کمی بدن از تیری دروازه به بیرون میدان رفت. این ضربه دومی از علیشیر است. دیدید یک ضربه جریمه‌ای هم بود که استانداردی بود. یادم کسی به توپ نرسیده بود ولی حالا علیشیر جلیلوف آهسته آهسته برای زدن گل‌های پای در پایش کمر می‌بندد و امروز اگر حالا منوچهر جلیلوف از میدان نمی‌رفت صدرنشینی نشانزن‌های بهترین چمپیونات مملکت هم دیگر شد. شیردین بابایف در بازی آخرینش از دسته رفشن 2 گل دیگر زد و 4 گل حالا در زینه اولی رده‌بندی نشانزن‌ها است. امیربek جورابویف باز یک گزارش دیگر، باز اینجا حالا محمد جان رحیموف، باز هجوم است اما خط حمایه رو شکسته استقلال نمیتواند. خواست به دهخانی پرتید اما اینطور نشد و حالا باز یک گزارش دیگر رومیش و باز اینجا ضربه روی راستی ما بازیگری دسته استقلال رو میبینیم لورنس رو که ببینید با یک شدت ضربه زد اما خطا بود. همین ضربه اگر کمی پایان میرفت این ضربه حتما وارد توی دروازه میشد. بله این همین لورنس نیکولاس انوان بازیگری نیگریایی دسته استقلالی دوشنبه گفتم حالا که این سال نسبتاً به سالهای پیشین ما شاید ایگر چرفشن که حالا لحظه میپاید این بازیگران رو آورده است که بسنجد میتوانند در لیگ چمپیونای آسیا بازی کنند یا نه. بعداً شاید دیگر بازیگران بهتر رو هم در بعد مرحله اولی چمپیونات مملکت بگیرد جمع آورد. چون که سال گذشته دیدید چگونه هنرنمایی استقلال در لیگ چمپیونای دوی آسیا چقدر خوب نبود و همین هم میتواند اینجا یک نقش بوریزی هم بازد. امیربek جورابویف باز با جلیلوف بازی میکند، باز یک پرتوبی دیگر. خوب امیربek دقیقیت نیست در پرتوب ها ولی امکانیت هست. حالا ببینید باز یک حالت صادق جان قربانوف این بعد تو وارد توی دروازه نمیشد. صادق جان گفتیم در بازی اولی استقلال بازی کرد و اونجا بازیگری بهترین گردید. در حیطی دسته استقلال بازیگرانی که گویم 270 دقیقه یعنی در 3 بازی تمامی دقیقه ها در میدان بودند کم نیستند. اینها موردین حسنوف، اینها جوشوا اکپوجه از نیگری، امیربek جورابویف هم تبریز اسلاموف هم هست. امروز تبریز در بازی حضور ندارد. خوب بعد از این باز علیشیر جلیلوف به تعویض به ایوازشوی بازی کرده است. یعنی شوراشون 4 نفر رو تشکیل میدن. حالا باز یک گزارش دیگر بسیار صورتی بلندی محمد نه این رومیش جلیلوف بود و پای میگذارند. اینجا حالا ضربه کنجی نوبتی یعنی نوبتی نه دوم است از جانب استقلال و آنها 30 دقیقه است که در هجوم هستند اما نتیجه دیده نمی شود. خطا است، نظر به تو می رسد. بسیار ماهرانه اینجا بازی کرد و عبداللطیف رو از خود دور نمود و اینجا پرتابی عالی بود اما کسی انتظار نبود. در حالت نهایت خوب به نظر من همین بازیگری ایرانی تباری این دسته اول این اتا نظر گفتم نه اینجا بحث همین ریزو دهقانی بود. ریزو دهقانی خیلی خوب بازی کرد، خیلی عالی. فریب هم داد بازیگری پنشه رو ولی در آخرین لحظه دید او یک ضربه توبناک هم زد تا که وارد توری دروازه شود اما این طرف نشد. نسبت به دسته استقلال در حیطی پنشر بازیگرانی که از اول تا به انجام بازی کردن در این 3 دوره که گذشت زیاد هستند.
حالا صدای مخلصان استقلال هم پیدا می شود. این قربانبای شیرالیف، این عبدالفتاح خلود من تا آخر به شما نگفتم. نه اینجا هم ببینید تعویض خیلی زیاد است. یعنی مربی که از بازیگرانش حالا باز یک هجومی دیگر باز رومیش به این توپ نرسید. این نوبت احتم نظرف بود. کریستیان گیانیک در اکران های ما و شما است. بازیگری اینجا گانگی دسته پنشیر. از نیمه میدان دسته استقلال نگذشتن بازیگران دسته پنشیر. حالا باز دهقانی با مرکز دهقانی باز یک پرتوب دیگر، اما اینجا لورنس خفا میموند، ولی حالا ضربه‌ای که پرتوبی که انجام می شود از علیشیر جلیلوف خطا بود. صورت بازی نهایت پست است. ببینید در ورزشگاه هم شماره مخلصان تماما کم هستند. حالا باز یک بار دیگر دهقانی گزارش خوبی انجام میدهد و محافظتگران آرامانه این توپ رو میگیرند. پیش از همه کریستیان گیانیک که از کنار چپ است. حالا میتونید هجومی خوبی هم اینجا تشکیل کند، ولی به سوی این توپ نرفت. اینجا ما حالا در بازی دسته پنشیر بسیاری از بازیگرانی که ما میشناسیم و میدونیم مثل عبدالفتاح خلود که میتواند سرعت بازی رو بسیار هم بتیزاند، او رو نمیبینیم. نمیگذارند. دفاع خوب کار میکند. محافظتگران اینجا خوب کار میکنند. گفتم با شما دو محافظتگر علاقه از بازی رونده شد. این هم دولتبک و هم روشن عزیزوف با این نگاه نکرده حالا خطی حمایه‌ای دسته پنشیر هجوم‌های استقلال رو برطرف میکند. لورنس انوان نیکولاس این بازیگر که حالا اینجا در مورد ما و شما قرار گرفت در بازی‌های امسال استقلال در 3 بازی که بود اشتراک کرد. 209 دقیقه بازی را یک کارت زرد هم گرفته است. حالا پنشیر تو این دم یگان ضربه کنجی هم نزده است. حالا از هجوم‌هایی که شاید از نیمه میدانی خودش پنشیر گذشت، همین هجومی بود که توپ با خورشید عبدالله فرفته شد، اما خورشید هم به این توپ نرسید. امیر بیک بازی میکرد با لورنس با کنارتر. اینجا احتم نظرف احتم ادامه میتید و توپ رو ببینید لورنس چگونه با یک ضربه سخت که گریسه نمیشد این حالت رو جمع بست کرد. ولی ما امسال حالا بازی چمپیونای دسته استقلال رو نمیبینیم دوستان گرامی. اینجا در بازی هایی که بودند، مثلا بازی برچی اگر در نظر داشته باشیم، کلوبی مرکزی ورزشی ارتش چی بوده بازی زیبایی نشون داد. این لحظه های خیلی جالب رو ما در چمپیونات تاجیکستان دیده ایستادیم. اینجا در همین حالی که حالا دوستان گرامی این بازی ها رفته ایستادن، رگری تداز در میدانش از روشن با حسابی 2-0 مغلوب شد. حاصل داد از با وحش مساوی بازی کردن 1-1 و خوری با این دستهای هولبوک و همچنین اسخط از سرگلترین بازی های بود که با حسابی 5-2 خاتمه یافت. حالا باز یک بازی دیگر در برابر این بازی ادامه دارد. دقیقه 78 آنجا هست. 1-0 خوجند در مقابل سرافشان در صفحه پیش می باشد و خوجند هم الحال هنرنماییش تبدیل نیست. از دسته‌هایی که حالا ما میتوانیم بگوییم که با بازی برگشت این دسته روشن است که پی هم دومین پیروزیش رو به دست آورد. آغازش کمی خوب نبود. دسته حاصلات هم گاه از حالتهای نیو دشوار
با همون یک بازیگری سیخناکشون. حالا این ضربه دور بسیار هم مهم است و حساب دوستان گرامی شده می شود. این امیربک اگر بله امیربک جورابویف است که در موسم این ساله فوتبال گل اولینش رو میزند و حتی شادی هم ندارد. از دور بسیار ضربه عالی زد. دقیقه 36 وخوری است. 1-0 استقلال به صفی پیش برآمد، چون که ببینید ضربه‌ای که می‌خواستند از نزدیک بزنند و حساب رو باز کنند آنها موفق نمی‌شدند. خیلی دفاع خوب کار می‌کرد. حالا ببینید همین یک از مسافه دوری تقریبا نمیدونم که 35 متر 35 متر است. این ضربه بسیار هم برای دروازه‌بان حاجی‌مراد صلاح‌الدینوف غیر انتظار بود. خوب تعویض ببینید حالا رستم سویروف به میدان می آید و محض او لورنس انوند رو عوض میکند. خب در همین پای اگر ما درباره رستم هم چیزی گفته باشیم، رستم سویروف بازی سومش است و بازی که 3 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمده است. همگی 123 دقیقه بازی کرده است، گل نزده است. او از هیئت اساسی در آغاز یعنی به میدان نمی آید. با این نگاه نکرده حالا قربانوف باز هجوم باز با پیش امیربک جورابویف رو میفرستد تا که اینجا امیربک الکی خوب یک لذتی گل رو چشید. حالا دهقانی باز یک گزارش خوب است. این بازیگر بله بیشتر با مورد فردی خود تکیه میکند، ولی این حالتی که حالا اینجا بسیار کریستیان گیانه اینجا بسیار درشت بازی میکند. قریب بود که حالا توپ رو روایند. در این برابر رستم کوچکاروف حالا باز به پیش میرود و اکنون فوتبال بازونی دسته پنشیر هم از نیمه میدان گذشتن، اما چی اونقدر ببینید حالا موفزرگرانشون هم خیلی خفا میمونن. باز یک بار دیگر دیخانی باز یک پرتابی غلطی این بازیگر حالا از این نقطه نظر منظوری ما و شما میگرده. خب من درباره عبدالفتاح خدای دوزاده گفتم. همین یک بازیگری که بسیار مهارت عالی داشت در نورسیش در دسته منتخب جوان. اونقدر بازی‌های زیبا نشان داد. حتی محض همین بازیگران رو با چون پاندمی اومد همون کووید و بازی‌های جام آسیا لغو شدن و این بازیگران ما نتوانستند با بازی‌های جام آسیا و بازی‌های فینالی که رو خط گرفته بودند با آنجا روند. ما دیده بودیم که چگونه اردو رو آنها در میدانش 5-2 مغلوب کردند و همین خدای زاده یکی از قهرمان‌های عبدالفتاح قهرمان‌های همون دسته منتخب نورسان ما بود. حالا باشد در میان بازیگران دیگری که اینجا بازی میکنند اونقدر نمایان هم نیست. همین رو هم گفتنی هستم که در بازی که ما دیروز با شرکت دسته‌های منتخب تاجیکستان و عمان دیدیم، آن بازی زیباتر از این بازی بود که حالا کسبیان اینجا به ما نشان میدهند. یعنی بازی بسیار هم سرعتناکی با جزئی از حالا باز یک بار دیگر امیربک میخواد گل دومش رو زند، کوشش میکند حالا باز یک بار دیگر با میدان نزدی دروازه وارد شد اما توپ رو به او ندادن. اینجا این شماره ناقدر زیادی مخلصان در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه است. محمد جان حالا با مرکز گذشته از کنار راست آهسته آهسته باز با امیربک بازی میکند. محمد جان گزارش های خوبش هنوز در یاد دماغ هست، اما اینجا توپ روایی با اشتباه هست. قربانبای شیرالیف، ولی قربانبای شیرالیف امروز آسیب بسیار دید در رفته بازی.
رستم سویروف هم با این گروه همراه شد و باز یک ضربه محمد جون رحیموف صد گذاشته می شود. اشتباه نشده است در مقابل امیربек جورابویف. فوتبالبازان دسته پنشهر حالا به پیش می روند، اما توپ رو میره باید نه توپ باقی میموند در نزد پای فوتبالبازان دسته پنشهر، اما حالت نابازی اینجا با قید گرفته شد. بیت بله هنگامی پرتاب او در حالت نابازی بود این بازیگری که حالا توپ رو گرفت و تو بازی رو شما رو نمیدم، اما به نظری من چنین میتواند که این بازی یکی می نماید که دلگیر کننده است. یک دسته هجوم کرد اما در حالت خیلی خوب نمیتواند که این برتریش رو با گل انجام دهد. حالا باز علیشیر جلیلوف باز یک پشتی پای خوب است و علیشیر زده می افرونده بشد. داور نزدیک بود، اینجا خطا رو نمیبیند فوتبالبازان دسته پنشهر. بله 12 کیلومتر ساعت است اینجا، حالا یا 12 متر در ثانیه است این ورزش باد در ورزشگاه مرکزی جمهوری اسلامی که گاگو صدای شمال رو شما هم میشنوید. روزی محمد عبدالرحمانوف تو رو با دستش به بازی در آورد اما خطا و زود حالا دهقانی با صورت بلند به پیش می رود. رستم با قفا نه توپی که پرتافتن. حالا ببینید دروازه‌بان حاجی مراد صلاح‌الدینوف خوب اینجا مورد نشان داد. چیزی نبود بگه داور. توپ از نزد دروازه به بازی در آورده خواهد شد. باید یک بار دیگر میبینیم. این باز همون محمد جون رحیموف بود که اینجا ضربه زد، خواست از بالای سر دروازه‌بان پرتاید اما اونجا این کار به اون موفق نشد. حالا در کنار شما محمد جون رحیموف، رستم سویروف، خب باز یک گزارش دیگری محمد جون نه اینجا صد میگذارن محافظتگران، اما حتم نظرف با دهقانی بازی میکنن. دهقانی باز یک نوع سحر و جادو میکند این توپ رو و دروازه‌بان حاجی مراد صلاح‌الدینوف این نوبت نیست با آسانی این توپ رو داشته میگیرد. اینجا باید چمپیون تاجیکستان که سالهای زیاد است ما افتخار رو از این مرتبه دور نمیبینیم، باید اینجا چی بگویم حساب رو بزرگ کند اما نمیتواند. ببینید اینجا حالا باز محمد جون ضربه زد، باز سر گذاشته شد و حالا پنشهر کوشش میکند که اینجا دیگر با دروازه‌اش گل سر ندهد. تا کدام درجه است حالا دقیقه آخرین قسمی اولی بخوری به پایان میرسد، ولی 1-0 همون یک گلی زده شده. دو ضربه کنجی که در یاد ما شد دیگر بودن، یک دو حالتی که ما میتونیم بگیم که اینجا حالت های خوب بودن اما اینقدر نیست. 6 دقیقه علاوه میشد. بله اینجا ایست در وقتی نشان دادن کارت های سرخ به بازیگران و آن مجرای بسیار دغلی این بازی رو برهم زداندن. 3 کارت سرخ در یک قسمی بازی در دور چهارم. دور اول هم پر از کارت های سرخ بود، ولی دور چهارم هم به همین منوال
با کارت‌های سرخ در تاریخ چمپیونات 34 مملکت نقش می‌بندد. ولی در تنهایی حالا اینجا خورشید عبداللهیف است، توپ رو از دست می‌دهد. امیربک حالا باز دهقانی و حالا اینجا برتری استقلال هست و این گل دومی زیبا رضا دهقانی دقیقه 46م 2-0 است. از دور باید بیشتر ضربه زد. این حالت رو ما و شما دیدیم و همین گونه از دور اگر ضربه زدن پس با موفقیت نویل می شوند. این گل نخستین بازیگری ایرانی دسته منتخب دسته استقلال دوشنبه است که اینجا از همین گوشه همین گونه ضربه زد. ضربه‌ای که اونجا پیش از این امیربک جورابی شده بود همین گونه از دور بود. دروازه‌بان پس ضربه‌های از مسافه دورزده‌های بلند بوده رو برگرداندن نمیتواند. خب علیشیر جلیلوف حالا علیشیر جلیلوف در چمپیونات امسال یگان گل نزده است، یک کارت زرد هم دارد. حالا بازی ادامه دارد دوستان گرامی. این لحظه ها اگر من به شما گویم که در جدول آنلاینی اگر توجه کنیم استقلال در زینه اول است با 10 امتیاز، یعنی به موقع همیشگی خود برمیگردد. استقلال در مسابقه امسال دو دسته که اگر گویم سه دسته را که اینجا بسیار هم پرقوت بودند. این توپ گردانی رو دیدید چگونه محافظتگر اینجا خیلی مایرانه توپ رو برگردون، زیبا بود. خب با حاصلات 1-1 کرد استقلال، ریگرتاداد رو 2-1 شکست داد و خوجند رو با حساب 1-0 پس سر گذاشت. یعنی استقلال با خوجند اینها رقیب‌های تقریبا برابر دانسته میشدن. حالا باشد خوجند در آغاز موسم امسال خوب بازی نمیکرد، حالت نابازی اینجا به چشم میرسد و فوتبالزان دسته پنشر که عموما حالا تو هنوز یگان ضربه نزدند در قسم اولی بخوری به سوی دروازه دسته استقلال با توپ هستند. همین گرد روی میدان خود بازی میکنند، میدان نزد دروازه شون. اگر 2 یا 3 مرتبه بگوییم از میانه مرکز گذاشتند اشتباه نخواهیم کرد. حالا با تو باز روزی محمد عبدالرحمانوف. حالا مخلصان پنشر رو به بازی دعوت میکنند ولی استقلال این حالتهای آخر رو خوب استفاده بردنی هم هست. بله باز امیربک اینجا در تنهایی بود. صادق جان قربانوف هم از دور ضربه میزند. دیدید از دور ضربه زدن ها بهتر است برای استقلال. صادق جان قربانوف در یک بازی استقلال به میدان آمد، در 2 بازی دیگرش به میدان آمد، یک کورتی کورت زرد دارد، یک گل زد و یک مرتبه بهترین بازیگر اعلام گردید. این کورت سرخی که حالا منوچهر جلیلوف گرفت کورت دومی سرخی دسته منتخب دسته استقلال دوشنبه در موسم امسال است. یک کورت سرخ رو جوزف اوکورو هم گرفته بود. حالا باز جلیلوف باز به پیش، باز یک پرتاب دیگر اما دقیق نیست. اینجا حالا در این حالی که میبینیم رامیز جلیلوف کوشش میکند که این توپ رو از دست ندهد ولی توپ از میدان بیرون میرود و فوتبالزون دسته پنشر.
البته با این بازی از دسته پنشر ما گل زدن رو انتظار شده نمیتوانیم، چون که دو نفر از بازیگران آنها از میدان رانده شد. هم دولتبек سیدامینов، равшан азизов. чемпионе ки бо як бозигари зиёдатӣ бозӣ мекунад, албатта имконият намедиҳад ба ягон даст ки гол занад. ҳоло боз деҳқонӣ, боз гузариши дигар, боз ба канор аҳтам, тӯбро рост ба хуб буд ин зарба, вале аммо ромиш ҷалилов инҷо дидед хеле баланд ҷаст ва тӯб аз ба болои сараш бархӯрд, ба пешониаш не. агар тӯб бетавонист ба поён ҳаракат кунад, ҳоло бинед, вале дуртар каме дер монд барои ин зарба. ва лаҳзаҳои поёнии ин бозӣ аст ва довар ҳам ҳоло уштак мезанад ки қисми аввали вохӯрӣ ба поён расид. ҳисоби 2-0 дастаи Истиқлол дар пеш аст дар муқобили дастаи Паншер. Паншер бошад ба ҳайси мизбон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар бозии охирини даври чоруми чемпионати мамлакат бо Истиқлол қувва озмуда истодааст. хуб, як бозӣ на оқадар гӯем ки шавқовару дилчасп, вале ду гол зада шуд, якбора 3 корти сурх нишон дода шуд ва ба танаффус меравем ва баъди танаффус бармегардем ба идомаи ин вохӯрӣ.
گرامی مخلصان فوتبال، اینک دور چهارمی موسم نوی فوتبال تاجیکستان به پایان میرسد و همگی یک قسم دیگر باقی مانده است در بازی بین دسته‌های پنشر و همچنین استقلال دوشنبه که حالا با حساب 2-0 چمپیون های تاجیکستان استقلال در صف پیش قرار دارد و قسم اولی وخوری هرچند آنقدر تیزتون نبود ولی به هر نوع بود تغییرات هایی که اینجا ما دیدیم. حالا در حالت دسته پنشر بازیگران باید عوض شوند. حالا ببینیم تحت رقم 6 انابا به میدان می آید و تحت رقم 7 اینجا بازیگری که ما او را خیلی دوست هم داشته بودیم، کبیر سلیم شویف یک بازیگری فوق‌العاده خوبه که در حالت دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بسیار گل های زیبایی زده است که تا هنوز گلی از ضربه کنجی زدهش از یادی مونده رفته است. خوب در دسته‌های خارج از کشور هم برآمد کرد. این سال با او رو در حیاتی دسته پنشر میبینیم که حالا با میدان میآید. تونا انابا با این لحظه با ورزشگاه با میدان بازی وارد شد. خوب نسل کبیروف داوری این وخوری هشتگ میزند که نیمه دومی بازی آغاز شود. باید یک بار با حیاتی دسته ها اینجا یک لحظه شناس بشویم و بعدا زود با بازی برخواهیم گشت. حساب 2-0 این نتیجه بازیه که استقلال نشان داد. در این وخوری 3 نفر بازیگران در نیمه اولی وخوری از میدان رانده شدند از جانب داور وخوری که نسل کبیروف را به شما معرفی کردم و بازی شدتی بلند نداشت و استقلال که یک بازیگر بیشتر دارد نسبت به حریف اینجا 2 گل داد و 2 گلی که فوق‌العاده از مسافه دور زده شدند. یعنی از نزدیک فوتبال‌های استقلال نتوانستند که دفاعی دسته پنشر رو رخ نکنند. بازی چون ملایم به نظر من رسید که حتی ببینید سرعت بلندی این بازی رو ما درک نکردیم. حالا هجوم‌های استقلال با پیراهن‌های سرخ در میدان است و بیاید با حیاتی دسته پنشر که به حیث میزبان این بازی به شمار می‌رود شناسایی رو آغاز میکنیم. پنشر با دروازه‌بانش رقم 16 حاجی مراد صلاح‌الدینوف به میدان آمد. حاجی مراد هرچند ضربه‌های نزدیک رو در قسم اولی وخوری برطرف کرد ولی از ضربه‌های دور نتوانست که پیشگیری کند. در نتیجه حساب 2-0 شد. خوب در خط مدافع دولتبک سیدامینوف بود. او از میدان بعد یک بحث خیلی طولانی با محض بازیگری دسته استقلال، بازیگری که شهرتش بسیار هم بالا است، این البته این بانوچر جلیلوف است که او هم از میدان رانده شد و 2 بازیگر رو یک باره با نه تنها اشتباه با بحث و خرخشه در میدان هم منوچهر رو و هم دولتبک سیدامینوف رو از میدان راند. از این پیشتر روشن عزیزوف که تحت رقم 17 بازی میکرد و کپتان دسته پنشر بود، او هم برای با دست داشتن منوچهر جلیلوف با جرم خطای دغل کردنش از میدان پیشتر رانده شد. یعنی در قسم اول 3 کارت سرخ نشان داده شد که این بسیار هم برای فوتبالبازی دسته پنشر که تا به هنوز یگان گل نزدند بسیار دردناک هم هست که خطا نمیکنیم چون که گل نزنی از کجا امتیاز به دست میآید. حالا فوتبالبازی دسته استقلال حالا باز در هجوم هستند. همین گونه بازی که دیدید با میلان از جانب یک دسته اداره میشد و به پیش هم میرفتند ولی نمیگذاشتند که اونها گل زدند و در نتیجه از مسافه دور ضربه زدند. این کبیر ماس سلیم شویف که من اینجا به شما نوکر گفتم که بازیگری فوق‌العاده ماهر در حیاتی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بود. خوب بعدا بیاید کریستیان گیانر رقم 21 در خط مدافع بازی میکرد از گانا. 13 قربانبوی شیرالیف، 20 دوریان گانگو نتنگو از کامرون، رقم 47 رستم قچقاروف، 9 عبدالفتاح خدایداد زوده، 63 عمر جان شریفوف، 27
روزی محمد عبدالرحمانов و 77 خورشید عبداللهیف. بختیار حکیمов سرمربی این دسته است. طبعا دیدیم کبیر سلیمشویف با میدان اومد. اینجا رستم قوچخورov از میدان گرفته شد و انابا باز یک بازیگری دیگری که در دسته پنشر بازی میکند با میدان واری شد. انابا این از قطار حملگرانی هست که در این دسته هنرنمایی دارد. اینجا میگذاریم با هیئت دسته استقلال دوشنبه. موردین حسنوف این بازی چهارمش است که در دسته استقلال همیشه در دروازه می ایستد. اولویت باز یک هجومی استقلال که خطرناک می بود. خوب جوشوا اوکن اوچوکو رقم 44 در استقلال، رقم 5 سودیکسون قربانوف، 6 امیربek جورابویف، امیربek جورابویف. حالا باز یک ضربه محمد جان رحیموف دروازه‌بان در جایش است. حاجیمراد صلاح الدینوف. اصلا فوتبالبازان استقلال خواستن از در قسم اول هجوم‌های خود رو بیشتر از کنار راست تشکیل کردند و از مسافه نزدیک گل زدن نتوانستند، هرچند امکانیتشون بود. رقم 19 احتم نظرов، 24 لورنس انوند بازی میکرد و او رو رستم سویروف عوض نمود. رقم 9 21 رومی جلیلوف، 77 ریزو دهقانی هم بسیار یک بازیگری با گفتن ممکن است که با اصولهای خاصی فریبدهی از نگاه فنی خیلی بالا است. بسیار بازی خوب نشون داد، خیلی فعال هم بود و محض او در دقیقه یکمی وقتی ایلوه شده و بازی چون که ایست در وقت کارتای سرخ بود بحث خیلی هم دور دراز رفت و در نتیجه دوباره 6 دقیقه وقت ایلوه کرد و یکی از همین دقیقه های اول این وقتی تلف شده برای ریزو دهقانی خوب بود. او هم از مسافه دور، اگر امیربek جورابویف از مسافه دور ضربه زده باشد پس ریزو دهقانی هم از مسافه دور حساب رو 2-0 کرد. حالا باز فوتبالبازان دسته استقلال، باز محمد جان رحیموف و ضربه بسیار خوب میزند، اما کمی بلند از در نزد دروازه به بیرونی میدان میرود. خوب 11 محمد جان رحیموف، دهم علیشیر جلیلوف و منوچهر جلیلوف بود که از میدان رانده شد. سرمربی این دسته ایگور چریفچنکا یگانه حالا دسته هست که همگی 4 لگیونر در هیئت دستش پذیرفته شده است که حالا اینجا من در بورهشون گفتم اگر یکی از اونها امروز بازی نکرده باشد 3 نفر دیگر در میدان هستند و یکی لورنس رو الکی عوض کردن و رستم سویروف به میدان اومد. در این برابر در میدان دوار نسلو کبیروف است و او اکمل بوریف است، ترسوزاده و خسروی سیتزاده از دوشنبه کمک میکنند، یعنی کمک دوار هستند. قربانمراد شریپوف دواری احتیاطی است هیسور. حالا در اکرانهای ما شما روزی محمد عبدالرحمانوف بازیگری که در هیئت دسته پنشر بازی میکند و یک مرتبه بازیگری بهترین هم در بازی با دسته برچی شناخته شده است. این بازیگر از قبیل همون بازیگران بهترینه که در بازی ها اعلام میگردند. خب دقیقه 53 هم شروع شد، 2-0 است استقلال در سال پیش. اونایی که دیر موندن همین رو گفتنی هستم که اگر استقلال امروز پیروزی به دست آورد با زینه اولی جدول مسابقات یعنی با جای ازلی خود برمیگردد. ازلی به قول خاطر است که ما استقلال رو هیچ وقت در زینه‌های دوم و سوم ندیده ایم و شاید نمیبینیم هم گویم درست است، چون که دسته هایی که اینجا رقابت پذیر هستند برای دسته استقلال امسال هنرنماییشون خوب نیست. از جمله خوجند که امروز توانست در یک بازی نهایت جدی با استرافشان در دربی ولایت سوخت با حساب 1-0 به پیروزی نویل شود. او در این هنگامی که من حالا در این باره به شما میگویم دسته خوجند با ضربی با گل کملاف در دقیقه 11 هم توانست 3 امتیاز در چمپیونات امسالی مملکت به دست آورد. این امتیازی چهارمش در چمپیونات تاجیکستان است. خوب از این نگاه خوجند حالا با هزینه
نهم برآمد از جای آخرین. پنجشیر باشد همگی یک امتیاز دارد. دسته‌ای که در نزد ما و شما است یگان گل نزده است و فوتبال بزرگ دسته استقلال هم آنقدر تیز و تند در مقابل این دسته بازی ندارند، چون که شاید 2-0 برای اونها کافی است. حالا علیشیر جلیلوف رو ببینید تو با جوشوا برگردانده می شود. جوشوا اوگهنه اوچوکو اپوجا، یکی از نام‌های درازترین در چمپیونات امسال تاجیکستان. باز یک ضربه دیگر از جانب علیشیر جلیلوف اینجا با میکروفونی که اینجا برای ما و شما صدای ورزشگاه رو میشنواند برخورد و صدایش رو یک باره ما هم اینجا شنیدیم. حاجی مراد صلاح الدینوف دروازه‌بان دسته پنجشیر، من در این باره گفتم که یک بازیگری دروازه‌بان دیگر هم اینجا پنجشیر دارد. در بازی پیتر سرکودی از گانا 2 بازی گذرانید و محض در بازی‌هایی که او در دروازه بود پنجشیر گل‌های زیادی سر داد، اما بعد اومدن این دروازه‌بان حاجی مراد صلاح الدینوف پنجشیر یک بازی رو مساوی به پایان رسونید و یک امتیاز گرفت. حالا هجوم فوتبال دسته استقلال است و باز به توپ اینجا این لحظه رومیش جلیلوف نمیرسد. رومیش در اکران‌های ما و شما، رومیش در حیط دسته‌های گوناگونی تاجیکستان بازی کرده است. از استقلال شروع کرده بود. خب این فوتبال است از یک دسته چون کسبی هستی برای هنرنمایی کردن در دسته‌های گوناگون از روی محض همون شرطنامه‌هایی که بسته میشوند بازی میکنند. یعنی کسبیان این هم مثل هم کاری ما و شما است که فوتبال بازی هم هرچند میگن که این ذوق است. زمان ما فوتبالی ما کسبی نبود، یعنی حالا اکنون همه چیز کسبی است. یعنی بغیر از فوتبال بسیاری بازیگران به دیگر کارها فرا گرفته نمیشوند. سابق در اتحاد شوروی اگر یاد داشته باشد نمی بازیگران فامیر در یکی اگر در کارخانه خلدی یا که یختان براری اگر کار میکرده باشد دیگری در جای دیگر بود، همین گونه با کار فرا گرفته میشدند. حالا هجوم دسته استقلال باز یک بار دیگر باز یک گزارش دیگری محض اینجا حالا ما رضا دهقانی را گفتنی بودیم که اشتباه کرد، ولی در مرکز حالا دیدید عمر جان شریفوف بازم غریده بود، او برخواست، بازی ادامه دارد. خب فوتبال دسته پنجشیر در قسم اولی وخوری یگان ضربه به سوی دروازه دسته استقلال نزدند. استقلال اگر اشتباه نکنم 5 یا 6 ضربه زد، 2 ضربه بهترینش از دور بود که با گل جنبست گردید. حالا ادامه بازی رو میبینیم. باز یک بار دیگر رومیش، باز اینجا این لحظه امیربک جورابایف که مؤلف گل اول است و باز اینجا جوشوا، صادق جان قربانوف و کنارتر احتم نظروف و اینجا محمد جان رحیموف بود که میخواست با اصول قیچی توپ رو زند، اما محافظتگر اینجا نگذاشت که این ضربه شود. خوب موردین حسنوف رقم 99 رو انتخاب کرده است. این اگر هم تو گویند یک تا کم 100 رقم من یک تا کم 100 است، یعنی برابری 100، یعنی مثل 3 رقمه است. حالا باز یک بار دیگر امیربک جورابایف با کنار با رومیش جلیلوف با قفا محمد جان پرتاب انجام میدهد به سوی محض بازیگری ایرانی این دسته رضا دهقانی که اولین گلش رو در بازی امروزه در حیط دسته استقلال به ثمر رسانید. بازی هایی که در دوری چهارم چمپیونات مملکت به پایان رسیدند بسیار از همه، حالا باز محمد جان رحیموف بینید مبارزه میبرد اینجا، انا با ناف که به میدان اومد با اونها خلال میرسوند. بازی از همه جالبترین بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش با برقچی بود که بسیار بازی عالی درجهش
به همتا بود. اگر گویم خطا نمیکنیم 3-3 به پایان رسید. بازی حاصلات وحش هم بسیار هم جالب بود. در آخرین مورد حاصلات از باخت رها یافت. بازی اسخط بولبوک 5-2، روشن ریگارد از 2-0 و خوجانیس روشن 1-0. حالا ما بازی آخرین رو اینجا میبینیم که با انجام نرسیده است. بازیگران دسته پنشر تا نیمه میدان خود، نیمه میدان حریف میروند و بعدا به قفا میروند و همین طریق به پیش رفتن نمیتونند. یک نفر کم بازی میکنند. حالا انا به یک باری دیگر از همین گوشه دور نمیروند. این بازی این روزه همین گونه صورت میگیرد. حالا امیربک، حالا باز محمد جان، باز خطا، باز رومیش و باز ضربه نیست. استقلال خواست زیبا بازی کند از لحظه های کوتاه از نزد دروازه گل زد اما نتوانست. از دور دو ضربه ای که توپ وار بودن در حقیقت بسیار هم از جانب امیربک هم خوب زده شدن، از جانب دهقانی هم. و حالا باز یک آغاز دیگر برای رستم سایروف بود. رستم سایروف نتوانست. حالا باز نه، اینجا اشتباه میکند کاپیتانی دسته استقلال دوشنبه علیشر جلیلوف. خطا از جانب مرجان شریف اینجا صادر می شود. جوشوا با در مقابل او بخوید بازی ویران کرده شد. حالا باشد ببینید این کارت زرد برای کی؟ بله، برای سرمربی دسته پنشر بختیار حکیموف. بله، بختیار حکیموف حالا اینجا کارت زرد میگیرد. به این هم حالت دستش به نظر من اونقدر اینجا خوب نیست. حالا در حالت دسته استقلال بازیگران عوض میشوند. تحت رقم 66 رستم کمالوف ایستاده است. بله، او رضا دهقانی رو عوض میکند و همچنین تحت رقم 17 مسعود غفوروف. محمد جون هم عوض می شود. خب محمد جون رئیف رو ما اکنون در بازی نمیبینیم. همچنین تولید رضا دهقانی هم از میدان گرفته شد. خب یک قوت نو برای استقلال. حالا میبینیم که این بازیگران جوانه که مسعود غفوروف رو ما خوب میشناسیم. اینچنین بازیگری که نو با میدان اومد، این محض رستم کمالوف بازیگران جوان هستند. ببینید این قسمی وخوری هم علاکه از آغازی قسمی دویمش 17 دقیقه 18 دقیقه پس سر می شود. حالا پنشر یکم رتبه برای هجوم کردن به سوی دروازه استقلال از میانه میدان به طرف حریف نگذشته است. امیربک جورابویف باز کنارتر علیشر پرتاب اجرا می شود و باز یک ضربه کنجی. ضربه کنجی هم زیاد نبودن. این چهارمین ضربه کنجی که حالا استقلالی ها برای در این بازی داشتند. حالا ببینید همین گزارش خوب از جانب رستم کمالوف صورت گرفت. حالا از آماری که تو این دم بود برای رستم کمالوف چی است؟ رستم کمالوف یک بازی همگی 1 دقیقه بازی کرده بود. حالا فرصت هست که او اینجا علاکه از 28 دقیقه زیادتر بازی کند. همگی 1 دقیقه به میدان اومده بود و باز یک بازیگر در حیاتی دسته پنشر عوض می شود و محض عمر جون شریپوف
عوض کرده می شود. به جای او تحت رقم 15 بازیگری نو به میدان می آید. حملهگر مختار ارتیقوف. مختار ارتیقوف دوستان گرامی سالهای پیشین در دسته وحش هم بازی میکرد. حالا ببینید یک بازیگری سابق وحش عمر جان شریف رو باز مختار ارتیقوف رو عوض کرد. فوتبال بازانی دسته استقلال باشند. حالا باز ضربه نیست، هرچند بازی توپ در اختیار اونها هست ولی ضربه نمیزنند. چنین ضربه ها نیستند، عموما نیست. حالا صادق جان قربانوف باز به کنارتر شاید جوشوا ضربه میزند. نه این کار رو نمیکنند. حالا باز رومیش باز یک گزارش دیگر، هیچ مشکلی اینجا نیست. مسعود غفوروف بود ولی مسعود غفوروف در اکران‌های با شما است. بازیگری دسته منتخبی نورستان تاجیکستان، جوانان تاجیکستان و کن شماره ضربه‌های کنجی زیاد شدند. پنجمین ضربه کنجی که استقلال بازی میکند. حالا بیاید توجه دوریان گانگو حالت تبسم در لبانش منظوری ما گردید. حالا بیاید این ضربه رو میبینیم. تو به بیرون میدان میرود. مسعود غفوروف در سه بازی پیشینه استقلال بازی کرد. دو مرتبه از هیئت احتیاطی به میدان آمد، یک مرتبه از میدان گرفتن. 112 دقیقه بازی کرده است. و حالا فوتبال بازانی استقلال باز به هجوم میروند ولی در همین جایی که باید لحظه حساسی بازی شروع شود، یعنی مورد گلزنی فرا رسد، توپ از دست می رود. حالا باز علیشیر جلیلوف باز با کنار رامیش جلیلوف باز یک گزارش دیگر. اینجا علاقه محمد جان نیست، صادق جان قربانوف اینجا بله با توپ است هنوز با کنارتر. امکاناتی عالی. رستم سوهیروف چه گل نمیزند. این گونه امکانات های عالی کم بودن در بازی امروزه. هرچند دو گل بود ولی یک بار دیگر ببینید اینجا پیش از همه این اشتباه نکنم این رستم بود. بله این رستم کمالوف بود که خیلی مهرونه گذشت اونجا. حالا باز احترام نظروف باز یک بار دیگر علیشیر و توپ را از نزد پای او میگیرند. به شبهه امروز استقلال به غلبه نائل می شود به نظر من. اگر همین گونه بازی رود و پنجشیر و صفی پیش ناید، پس با جای اولی جدول مسابقات میبراید به این نگاه نکرده تا دوری من بعده بازی ها. حالا با اینجا بازیگری دسته پنجشیر لاد میگی بردارد. کریستیان گیانه. خب بازیگری دوری پنجم روز 11 اپریل شروع می شود. برچی با هولبوک، وحش با پنجشیر، استقلال با کلوی مرکزی ورزش ارتش. این بازی مرکزی دور هست چون که استقلال در زینه اول و کلوی مرکزی ورزش در زینه دوم می شوند. بازی روشن ریگار هم بازی خوب است. باز یک دربی ولایت سوخت اسخط با خوجند اینجا هنرنمایی میکنن. این بازی هم به خاطر بازی های نیو جالب شامل خواهد شد. تو با ایستا دیده دورها پسی هم به انجام رسند بازی ها
بازی‌هایی که ما از این اول دیدم یکمین بار گفتم که نو میگذارند بازیگران جلالدین بلخی از مرکزی میدان اما نگذشته توپ رو گرفتند. حالا رستم بار دیگر کمالوف با رستم دیگری بازی میکند. سویروف هنوز باز رستم کمالوف. خب برنامه با بازی خوب همراه شد رستم کمالوف. ببینید در اون کنار چپ میدان از جانب استقلال بهتر شد. این همون بوده اولات نوبازی است. اینجا همونجا پیدا شدن رستم کمالوف است. علیشیر حالا گلی خود را در مرسی میتوان نزده است. در صدر نشانزن ها در قسم اول من شما گفتم حالا بازیگری دسته رشن کلوب بابویف در با 4 گلش صدر نشین است. در جای دوم منوچهر جلیلوف امروز اگر از میدان رانده نمیشد شاید او هم میتواند 4 گل زند. 4مین گلش رو به ثمر رساند اما اینطور نشد. بسیار زود طوری میبینید دلکه دور 4 هم به پایان میرسد. باز 4 دور دیگر میبینی که نیمه مرحله اول به پایان رسیده است. یعنی روزها میگذارند فوتبال آغاز مییابد و به پایان میرسد و بازیگران نو پیدا میشوند و به میدان میآیند گل میزنند. اما صورتی بازی چپ تاجیکستان حالا بلند نیست. ببینید همین گونه بازی میکنند. همین یک نوع دلگیر کننده است. بازی‌هایی که مثلا در دیگر چپت رو میبینی اونجا مبارزه برای هر یک قطعه زمین است. مبارزه برای توپ در همه جا است. چیکار میکند؟ با دروازه‌بان بازی میکند. دشوار است برای این بازیگر. قربانوف یک بار دیگر از دور ضربه بزند. ضربه نمیزند. رامیز جلیلوف پرتابی خیلی خوب بود اما محافظتگران اینجا خوب کار میکنند. دوریان با توپ است. باز جا روزی محمد عبدالرحمانوف. خوب میسر نمیشد بازیگران دسته پنشر که باز یک بار دیگر کوشششان برای به نیمه میدانی استقلال گذاشتن برباد رود. از فوتبال های نهایت عجیب این بازی های جام آسیا U17 است که اینجا دسته منتخب تاجیکستان با کامیابی موفق شد در مقابل عمان. بسیار یک بازی زیبا بود. هرچند یک گلی فوتبال بازان ما رو با اینوبت نگرفتن. حالا ببینید پنشر به هجوم گذاشته است و به سوی دروازه موردین حسنوف هم یک ارسال به قید گرفته شد. بازی از همه مهم البته بازی نوبتی فوتبال بازان منتخب تاجیکستان است با کره شمالی. کره شمالی در بازی با دسته منتخب ایران بسیار سطح بلند کسبی بازی رو نشان داد. هرچند حساب مساوی انجام یافت اما ما باید یکی از این دسته ها رو به مغلوبیت دچار کنیم. اگر دچار نکنیم هم با هر دوی این دسته ها مساوی بازی کنیم. و اون وقت نسبت توپ ها هم نقش خود را خواهد بازید. حالا باید با ضربه کنجی ششمی استقلال توجه میکنیم. رستم سویروف باز با همه بازند با
احتم نظرов باز رستم خودش دو نفر رو گذاشتنی شده اما نمیتواند. اون صورت های پیشینه رستم معلوم نیست، صورت های بلندش. حالا عبدالفتاح رو میبینیم دوستان گرامی، در این بازی اینقدر نمایان نبود ولی به هر نحو این از بازیگران ممتازی دسته پنجشیر است. روزی محمد عبدالرحمانوف باز به خفاتر با دوریان خطا میکند و هجوم جوابی فوتبالبازان استقلال. حالا امکانیت فراهم آمده است برای خط دفاع، خیلی دور شده از میدان و حالا ببینید دروازه‌بان خوب بازی میکند حاجی مراد صلاح الدینوف، نه صلاح الدین حاجی مراد، نه هست امکانیت برای پنجشیر برای یک نوع دلبرداری، یک گل اگر بزند، اما این دسته گل نزده است و گلزنی هم از یادشون برآمده است. احتم نظرов پرتاب است، خطا نیست میگوید داور. اینجا پایغیجی مسعود غفورов ولی اشتباه نبود اینجا. اما فوتبالبازان ببینید، فوتبالبازان دسته پنجشیر حتی راضی هستند که توپ رو زنن و بیرون میدان تا که یک لحظه اتفاقا نفس راست کنن. ولی ببینید اینجا ولی همون روزی محمد عبدالرحمانوف بود که بسیار خوب پای گذاشت، صدگذاری و اینجا احساس کردید. بله این بازی طوری اگر شما پای برده باشد بازی صورتش بلند نیست. من در آغاز بازی گفتم که هرچند دو گل زده شد اما بازی دلگیر کننده بود. لحظه های جالبی که ما بگوییم که با اون افتخار میکنیم، مثلا یک نوع روشنی برای بازی فوتبال میکنند، میاندازند، این گونه رواج و رونق بازی نبود. دو گل هم از مسافه دور زده شد. حالا ببینید اینجا باز مختار ارتقا زده از پای میافتونند، او هم آهسته از جایش برمیخیزد هرچند نوکه به میدان اومد. با کی؟ همه جمع شوند، همه اینجا مخلصون هم میگن با پیش بچه ها، هیچ کس با پیش نمیره. روزی محمد باز یک بار دیگر در تنهایی مبارزه میبرد و دو نفر حالا اینجا با زمین میغیلند. حالا ما نمیبینیم اینجا خورشید عبداللهیف رو که در قسمی اول در صفی پیش بازی میکرد. دو نفر حمله‌گر داشت، عمرجان شریفوف و روزی محمد عبدالرحمانوف، هر دو در قسمی اول یگان ضربه نزدند. عموما ضربه زنی از جانب فوتبالبازان دسته پنجشیر اینجا نبود. حالا باز یک حالت دیگر برای عبدالفتاح خلیدازاده است که در اکران های ما و شما ایست دیگر در بازی است. بیشتر از 12 دقیقه دیگر میموند. باز وقتی
илова шуда ё худ зои рафта инҷо илова хоҳад шуд. аммо бо ҳамин бозӣ агар ман довар бошам вақти иловагӣ ҳам намедиҳам, чунки чунин ба назар мерасад ки ин дастаҳо гол задан намехоҳанд, бозии муҷалло нишон додан намехоҳанд. استقلال که با یک بازیگر زود بازی میکند باید اینجا 6-7 گل میزد، ولی ببینید حالا دو گلی که از دور زده شد نتوانستن رخنه کنند خط دفاع رو. امیربek جورابویف باز به کنار شد، از اینجا ضربه باید زد. رستم و نهایت گلی علیشیر جلیلوف رو ما دیدیم. ضربه اولیش خب به نام خود اینجا بازیگری نو به میدان اومده کمک میکند. رستم کمالوف و در دقیقه 80 حساب 3-0 میشود. نهایت کاپیتانی دسته استقلال دوشنبه علیشیر جلیلوف در موسم امساله فوتبال گل خود را به ثمر رسانید. ببینید با یک پرتاب هم عالی بود و اینجا توپ رو چنان هم تاب داد که با این تابش مشکل گیر شد و توپ وارد توی دروازه گردید. 3-0. من گفتم که استقلال باید اینجا 5 تا 7 توپ زند، حالا 3 تا شد. باز 10 دقیقه دیگر در 10 دقیقه هم می شود با دروازه دسته که یک نفر کم بازی میکند باز در مقابل استقلال بازی میکند. دو گل زدن هیچ این مشکل ندارد. اما با طوری من به شما گفتم با اومدن رستم کمالوف کنار چپی دسته استقلال بسیار هم خوب بازی میکند، یعنی فشار از اونجا هست. باز یک بار دیگر باز همین رستم کمالوف است و باز چگونه ضربه خطا میزد صادق جان قربانوف. یک گل زیبا زده بود در دوره اولی چمپیونات تاجیکستان، بازیگر بهترین هم اعلان شد و در این دسته پنجشیر باز یک بازیگر عوض می شود. خب نهایت عبدالفتاح خود زده میدان رو ترک میگوید و در این برابر طوری که دیدیم بازیگری که حالا با میدان اومد چی هم کرده میتواند من نمیدونم، وقت خیلی کم موند. این رمضان چلایف است، حالا در اکران های با شما از همین تعویض هایی که محض استقلال کرد برای من پیش از همه این با میدان اومدن همین رستم کمالوف است که میتواند در اصل در حیث اساسی دسته از آغاز به میدان آید. باز یک هجومی فوتبال بازی دسته استقلال اینجا قطع می شود باز، ولی همین رستم کمالوف که توپ رو با دستش بازی کرد. 3 مورد بود که بسیار هم پرتاب‌های خوب انجام داد. رامیز جلیلوف اشتباه خطا، پرتاب خطا. محردین حسنوف امروز البته ایگور با چلچنک را در نظر دارم، با او باوری سخت دارد، او را در دروازه باقی گذاشت.
حالا یکی از هجوم‌های شاید خطرناک هم باشد برای پنشیر. روزی محمد عبدالرحمانوف باز با قفا، باز اینجا کبیر سلیم شویف، باز یک گزارش بازیگرای دسته پنشیر است و اشتباه میکنند. خب خیلایف به میدان می آید، سلیمانوف به میدان می آید. خب این از لحظه‌های آخری که حالا اینجا ما و شما میبینیم. امیربک میدان رو ترک میکند، مؤلف گل اولین. خب شهرام سلیمانوف به میدان میاد تحت رقم 70 و همیشه با این رقم بازی میکند. علیشیر جلیلوف هم از میدان گرفته میشود و رسلان خیلایف هم به میدان میآید. خب از این پیشتر حالا در حیط استقلال بله رسلان خیلایف اولین بازیش است، باری اول به میدان میآید. و حالا اکنون فرصتی در خط آن رسیده است که بعضی از بازیگران رو ایگور چریچنک هم بسنجد. حالا کمتر بازی در مرکز میدان صورت میگیرد. خب کارت زرد بکی به احتام نظروف با رستم کمالوف. من خیلی تعریف کردم، رستم با اشتباه رو داد. بله اینجا برای همین تیله دیهیش و مختار ارتیقف رو تیله داد و نهایت ببینید موردین حسنوف در نیمه دومی وخوری باری اول با دستش توپ رو گرفت و آن رو دور هوا داد. تو این دم فوتبالبازان دسته پنشیر از نیمه میدان خود نگذاشته بودن. رامیش جلیلوف و چی میگه؟ چیزی نبود. بله حالا صداهای مخلصان هم شویده میشه، اما رامیش جلیلوف در پای راست است، زود خست و به پیش اومد. 4 دقیقه دیگر تا انجام بازی حسابی 3-0. استقلال گل هشتمی خود رو در چمپیونات به ثمر رسونید. گل هفتمش از استقلال بیشتر از خط 9 گل زده است. این چنین کلوب مرکزی ورزش ارتش 8 گل زده است. دیگر حالا ببینید باز یک امکانیت دیگر برای دسته استقلال، باز یک امکانیت برای مسرور غفوروف، باز رستم است، باز پرتاب از جانب رستم کمالوف. و چون این ضربه ها رو اگر گل نزدید پس باید تمرین کرد که سوفته شوند ضربه ها. احتام نظروف هم خطا میکند. مختار ارتیقف با کنار، کبیر سلیم شویف باز یک باری دیگر. خب از دست میدید تو رو با آسانی. سلیمانوف باز با مرکزتر کنار رامیش جلیلوف پرتاب انجام میدید، اما اینجا لیگانرهای پنشیر صد میگذارند. در این دسته پنشیر هم دیدم خیلی لیگانرها زیاد هستند، از نیگریا، از کامرون، از گانا. امسال خیلی زیاد است لیگانرها در چمپیونات تاجیکستان. اما لیگانرهایی هستند که البته ارزنده هستند به نام لیگانر داشتنشون، نه همشون ارزنده در چمپیونات تاجیکستان بازی کردن رو دارند.
ولی لگنر داری میپرسن از یک دیگر دسته، ولی دارم از کجا؟ از کامرون. باز از کجا؟ شاید دیگر ارژانتینگی و اسپانی و اینها ما گفته نمیتونیم که خیلیت گانا هست. از اونجا فوتبالبازان ارزان به تاجیکستان میآیند، بعداً به فهرست ترانسفر مارکت داخل میشوند و از همین جا مثل عقابان بلند پرواز به دیگر چمپیونات ها راسپور میگردند. عموما در لیگ چمپیون های آسیای امسالی که ما دیدیم، لگنرها بسیار نقش سزاوار بازی میکنند در حیث دسته‌های دیگر کشورها. مثلا از عربستان سعودی شروع کرده تا به دسته‌های مثلا ژاپن، کره، استرالیا، در کشورهای عربی همشون، در حتی در دسته‌هایی که امسال مثلا پختکار شهر توشکند چند سه بازیگر آورد، سه بازیگر توانستن پختکار رو به بازی‌های پلی آف رو خط دهند. حالا بیاید با توجه بکنید به استقلال، باز یک گزارش دیگر و باز توپ ربوده می شود. باز فوتبالبازان دسته پنشر این نوبت باز نه احیانا به هجوم میگذارند. حالا وقت در عرفه انجامیابی است، آخرین ثانیه ها، آخرین هجوم های استقلال در وقت اساسی بازی. خوب چند دقیقه شد، نه بیشتر از 3 دقیقه شاید ارزنده باشد، اما از این زیادش 2 دقیقه حتی. بسیار خوب. این هم برای عوض شدن بازیگران نسلو کبیروف وقت رو ایلوه کرد. قسمی اول 6 دقیقه زیاد بازی کردن دسته ها به خاطر اون که 3 نفر رو دوباره از میدان راند با کارت سرخ. این مجازات ها رو کمیته آدابی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بررسی میکند که کدام از اینها وزنش وزن‌تر است، یعنی جریمه اش زیادتر است. خب اکنون دقیقاً گفتم ممکن است که استقلال به زینه اول میبراید 10 امتیاز، در جای دوم کلوب مرکزی ورزش ارتش 8 امتیاز با وخش. اسخط چهارم است، 7 امتیاز ها. رفشن با هولبوک هم 7 امتیازی دارند و شاید حالا که اسخط در زینه چهارم هست اینجا، حالا باز یک وضعیت دیگر برای استقلال از آخرین لحظه های فرحبخش، شاید گل چهارم رو میدیدیم. این هم عموما استقلال در نزد دروازه خوب کار کردن نمیتونه، در نزد دروازه لحظه ها رو پیدا میکرد اما گل نشدند. یگان اگر گل آخرین رو سومی رو به نظر نگیریم از داخل میدان نزد دروازه، دیگر هم گل ها از مسافه 35 متر زده شدند. هم دهقانی، رضا دهقانی، هم امیربک جوربویف از دور گل زدند. دروازه‌بان که کمی خودش پستر است از این حالت ها کمی دور موند، اگر شاید آنها هم گل نمیشدند. خب به هر نوع 3-0 است. بعدا ببینید که اسخط 2 غلبه دارد، 1 مساوی، 1 باخت، 9-7 نتیجه توپایش، یعنی تناسب توپایش 2 توپ افضلیت دارند. روشن باشد 7-3 است و اینجا 4 افضلیت. روشن در زینه چهارم است و نهایت دوستان گرامی اینجا بازی به انجام رسد. دسته اسخای دوشنبه باز 3 امتیاز را به دست می‌آورد و اکنون به صدر جدول برمیگردد. مبارزه در دورهای آینده باز هم شدت خواهد گرفت و ما استقلال با گفتیم کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد که این بازی مرکزی دور است و اینجا پیسفون با هم رقابت میکنند. این بازی را با شما من علویدین بوریف تماشا کردم. خیر تا بازی دوستان گرامی خود را احتیاط کنید.